یه گدایی کاسه گداییشو برداشت و رفت سمت باغ پادشاه. از غذا اون روز پادشاه اصلا حوصله خوبی نداشت. مگسی بود. چشمش که به گدا افتاد او اینجا وای نسا. امروز اصلا حوصله ندارم، برو یه روز دیگه میام. گدا وقتی دید پادشاه حوصله نداره نشستم اونجا. پادشاه دید نه برو نیست، گفت بیا اینجا بیا ببینم چی میخوای بگو تا بهت بدم، ولی امروز آرامش منو به هم نزن. گدا گفت کاسه گدایی من امروز پر کن، قول میدم برم دیگه پیدام هم نشه. پادشاه دستور داد از خزانه براش سکه بیارن و کاسه گداییشو پر کنن، اما هر چی میریختن تو این کاسه پر نمیشه. از گدا پرسید راز این کاسه چیه؟ گدا گفت هیچ چیز خاصی نیست. واسه سر یه آدمو پیدا کردمش کاسه گدایی، اما فکر کنم طرف اون دنیا هم دست از طمع بر نداشته، چشم و دلش هنوز سیر نشده. اخلص کلوم رفیق، کاسه گدایی بهونه بود. اونی که چشم و دلش سیر نباشه، شما دنیا رو هم که به پاش بریزی کاسهش پر نمیشه، دست از طمع بر نمیداره. آره نوکرتم.